سلام دوستان، خیلی چاکرم، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. تو این ویدیو پر انرژی اومدم که بهتون آموزش بستن درب کلاج انجین تر ویو و آموزش بدم که خودتون بتونید برای وقت مشکل چیزی داره خودتون بتونید درب کلاج موتورتون رو جمع کنین و تنظیمش کنین و همه راه رو همه جور بهتون میخوام بگم، توضیح میدم و میریم واسه جمع کردن. خب اول معرفی قطعاتش. ما اینجا چند تا قطعه داریم توی این انجین که توی این پشت درب کلاج چند تا قطعه داریم. یکیش دیسک صفحه هستش که همینطور میبینید و لنده کلاج که اینو میبینید لنده کلاجه که به صورت گریز از مرکز کار میکنه. اینم که اون در پوششه. خب و اینم که اینجا میبینید شکسته است، این شکست که من از این نوع استفاده کردم. خب و چیز دیگه ای که داریم چیه؟ و واشرها هستش که من تو این دارم ویدیو براتون میگیرم. اولین نفری باشم که آموزش جمع کردن انجین تر ویو گذاشته باشه توی یوتیوب فارسی. هیچ کس من ندیدم که بخواد مثلا بذاره. اونایی هم گذاشتن کوتاه گذاشتن، چون هیچ کس همچی موتوریو به کسی یاد نمیده و خیلی سنگین میگیرن اگه بخوام موتورتون رو ردیف بکنن. خب ولی من دارم براتون میگیرم. این قسمتی که شما میگیرین یه واشر داره. خب یه واشر داره، این واشر میره اینجا. حتما گوش کنید، خیلی حساسه. اگه یک کمی دقت نکنید، تمرکز نداشته باشین، حوصله نداشته باشین، کارو خراب میکنه. و بعدش اینی که میبینید مثل خار داره. خب این قسمت اینجا یه شیار داره، این باید بره داخل این شیارها، این باید بره تو این شیارها. همجوری نذارین، بعضی اینا همجوری میذارن داخل، بعد میان دیسک صفحه رو میذارن تو. به محض اینکه پیچو صفر کنید گیربکس قفل میکنه. اینو میذارین اینجا. خب گذاشتین اینجا، این خارایی که داره باید بره لای این شفت که یه چرخ بدین میره اون سمت. که اینو اونجوری میذارین اینجا. خب یه چرخ کوچیک میدین. همونجوری که اینو گرفتین، همونجور در آوردین، همون حالت بذارین اینجا. اگه نو گرفتین که فرقی نداره، چپ بذارین یا راست بذارین. اون قطعه زرده رو حتما میذاریم و اینو میذاریم داخل. این طرف که اینجا ساییده شده، پس من از این سمت در آوردم که همون طرف این سمت بالا میفته که میریم داخل. خب اینو یه میچرخونیم، شفت رو نگه میداریم و اونو میچرخونیم به طوری که اون دندونه ها خارا بیاد داخل اون قسمت شفت. حتما باید اینو بچرخونید و همجوری نذارید ببندید. پس این یه نکته خیلی مهم که خیلی مهم. خب من اینو چرخوندم، حتما صاف میذاریم. خب به این صورت، خب صاف و بعدش این قطعه هست که اینم میذارین داخل که وقتی که دیسک داره میچرخه، خب این جاش حرکت نکنه. برای همین اینو میذاریم که وقتی دیسک در حال چرخشه این واشر از جاش حرکت نکنه. پس این 3 تا دندونه داره که میاد این قسمت که الان شما ببینید هر چی که من اینو الان میخوام بکشم، هر چی میکشم این تکون نمیخوره. پس این خیلی مهمه. و دوستان همه پارتاشو تو کانال پارت به پارت قرار میدم که گیربکسشو گذاشتم که هست تو کانال، میتونین بریم ببینین. خب ولی نگاه میندازیم، مطمئن میشیم که درست زدیم. آره خب حالا اینم میذارم اینجا. خب این شد از این. و بعدش یه واشر هستش که میره سر طرف رو بولبرنگ یا طرف میلنگ. خب اینجا قرار میگیره.
و اینجا ما یه بوش داریم. این بوشه میاد این طرف، این سمت قرار میگیره. این بوشه اینجا قرار میگیره. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ بیایم اون دیسک صفحه با دیسک صفحه و با بچه دیسکو با اون سمت اتومات کلاج رو با همدیگه باید جا بزنیم که این سمت خیلی حساسه که شما باید قشنگ باید درست باید انجام بدین. توی موتورهای بی کلاج سخت ترین قسمت جمع کردن موتور این قسمت موتوره. خب اینی که میبینید این اتومات کلاجشه که میره داخل اون کاسه و وقتی که دور موتور زیاد میشه این لندا بزرگ میشن و کیپ میشن توی اون قسمت و نیرو توسط دنده به گیربکس منتقل میشه و حرکت میکنه که ما اینجا دوتا تقه میزنیم که قشنگ بره. و این قسمت خار هندلی که خارش رو که جا زدین دوتا ضربه میزنین که قشنگ جایگاه خودش رو پیدا کنه که میدیم داخل رو جا میزنیم و جایگاهش رو پیدا کنه. قسمت های مهمش رو دارم بهتون میگم که اون قسمت هایی که مثلا هندل و اینا زیاد کار خاصی ندارن، ببینین جا میزنه. این قسمت ها چون خیلی وقت ویدیو زیاد نشه و صورتتون سر نره قسمت های مهمش رو بهتون میگم. این بچه دیسکه. خب همینطور که میبینید همه جاشو روغن شما میزنین، همه جاشو روغن میزنین. حالا ما باید دیسکای صفحه های آهنی و صفحه های کلاج رو باید جا بزنیم. یه صفحه کلاج میذاریم که قشنگ روغن میزنیم که این صفحه کلاج. خب یه صفحه کلاج این الان سالمه، شاید اصلا تا این هم موتور من تا رو پوز میکردم هم صفحه هاش دوغون بود، ولی این اصلا اینجوری نبود، صفحه هاش تمیز بود. من نمیدونم جلو تعمیر کرد نکرد. و یه صفحه فلزی، یه صفحه کلاج، یه صفحه فلزی که دوباره الان یه صفحه کلاج و یه صفحه فلزی. این دیسک کوچیک و این صفحه کلاج و صفحه کلاج گذاشتیم و دیسکو میزنیم اینجا و یه صفحه کلاج دوباره و یه دونه و اون پشتش اینو میزنیم اینجا که به این صورت قشنگ میره جا. خیلی چیک و مجلسی. این قسمت رو صاف قرار میدیم قشنگ. این شد از این. شما برای اینکه ببینید که کاری درست انجام دادین یا نه رو این فشار بدین، این قسمت اینجوری فشار بدین و صفحه ها رو بکشین یه طرف. خب پس بچه دیسک رو فشار میدین و صفحه ها رو میکشین یه طرف. نباید هیچ تکونی بخور، باید قفل بشه. اگه قفل شد یعنی کاری که انجام بدین درسته. اگه چرخید یا صفحه کم گذاشتین یا اینکه اون پشتشون رو درست جا نذاشتین. پس اینم خیلی مهمه که اینا رو همه موتورها باید رعایت بشه. و این دیسک این اتومات کلاجه که همینطور که میبینید این دیسک صفحه که میبینید فکر نکنید که سالمه، فکر نکنید که خرابه. من همینجوری دارم جا میزنم میدونم آره این خرابه، این قسمتش لبه برداشته زیاد یهویی این بخاطر اینکه اینجوری میشه یهویی گاز دادن موتور اینجوری میکنه. خب ولی خب من ارزش رو ندارم من میخوام اینو عوض کنم. کار میکنه ولی خب ارزش نداره من اینو عوض کنم و حوصله هم ندارم که بخوام اینو مثلا با سوانی چیزی اینو صاف کنم. شما با سنگ چرخ یا مینی فلز سوان چیزی اینو صاف کنید که من اصلا این حوصله این کارا رو ندارم و این همینجوری جا میزنم. ولی آره خراب شو باید عوض بشه ولی خب کار میکنه. من نمیخوام کار خاصی با این انجین انجام بدم. این انجین میمونه برای ویدیوهای دیگه که براتون میذارم. خب
حمایت کنید، چون من حمایت کنین و من ویدیوهای خیلی بهتری میذارم. که خب این دوتا رو اینجوری یه لحظه، خب من این رو اینجوری کنم. خب خوب شد. خب حالا ما این دوتا رو با هم دوتایی به هم جا بزنیم، جدا نمیتونیم جا بزنیم، با هم دوتایی جا بزنیم. خب شما دوتا رو با هم دیگه بذارم اینجا. خب اینجوری به این صورت دوتا رو اینجوری روبروی هم قرار بدین. این دندونا باید روبروی هم باشه، با هم باید جا بخوره، روبروی هم باید باشه. به این صورت میدین جا. شما اینجوری دو حالت میتونید اینو قشنگ جا بزنید که الان این قشنگ جا نرفت. هم میتونید اینو بازی کنیم بره جا، یا همین که اینو پشت کنم. خب من اینجا فکر کنم یه قسمت، خب اینجا ببینید این قسمتی که میبینید این هم قشنگ جا نرفت، که این باید بره پایین. این دیسک صفحه باید بره پایین تر و روبروی این دندونای کوچیک هم قرار بگیره، که الان شما هم یا باید بازی کنید بره جا، یا اینکه باید با یه پیشکشتی دو سو به این صورت اینجوری هولش بدیم به سمت جلو و قشنگ میره جا. اینجوری که میبینید قشنگ اومدن روبروی هم، قشنگ میاد جا. این کار حتما انجام بدید، نه وگرنه ببینید این الان فشار میدم، هم میتونم درش بیارم، هم میتونم هول بدم به سمت جلو، یا با هم میتونیم با هم دیگه جا بزنید، فرقی نداره. شما سعی کنید با هم دیگه جا بزنید، اصولیش اینه که با هم دیگه جا بزنید. حالا اینجوری هم میتونید جا بزنید که اینجوری قشنگ رفت جا. ببینیم خب قشنگ رفت جا. اینجا یه اشتباهی صورت گرفته که من باید بچه دیسک خودم بهتون گفتم ولی خودم اشتباه کردم. بچه دیسک رو جا میزدم و بعد اونو جا بزنم که اشتباه کردم. من ویدیو رو قطع میکنم و اینو جا میزنم و بقیه براتون میگیرم. خب که باید این بره تو توی دیسک بچه دیسک، باید بره تو دیسک صفحه های کلاژ و بچه دیسک باید بره دیسک صفحه و بعد جا بخوره. که خب الان من اینو رو جا میزنم. همون رواله که این اول همونجور بهت گفتم همون حالت انجام میدیم. یکم بازی میکنیم، بچه دیسک رو میچرخونیم، شفت رو میچرخونیم، کم بازی میکنیم. خب اینقدر اومد جا. حالا کامل جا نرفت. خب همون حالتی که گفتم اونو میگیریم، خودشو هول میدین و با بشکوشی فشار میدین و قشنگ میره جا، که الان قشنگ رفته جا، قشنگ رفته جا. خب این شد از این. حالا باید ما چی رو جا بزنیم؟ خب الان باید ما این پیجاشو جا بزنیم، پیجشو. خب اینجا یه واشر داره، این واشر رو میدین جا، این واشر رو حتما بذارین. با این پیجو میبندیم، پیجای اون دوتا رو اشتباهی نذارین. یه وقتی اینو میذاریم داخل. خب
برای صفر کردن این پیچ شما هم میتونید از بوکس بادی استفاده کنید، هم بوکس شارژی، همین که با یه پیشگوشتی چیزی بزنید روش تقه بزنید و اینو صفر کنید. که من حالا بوکس شارژی این دم دست نیست، برای حالا دم دست نیست تا برم بیارم همون با پیشگوشتی تقه میزنم و اینو صفر میکنم که قشنگ صفر بشه. شما یه تقه دو تا تقه یواش میزنید، یه تقه محکم میزنید و به این صورت دو تا تقه یواش تقه محکم. خب حالا باید فنرا بزنیم جا. ما برای اینکه حالا چون این چرخ میچرخه حرکت میکنه، برای اینکه نکنه من اینجا فنرش رو جا میزنم و اون دیسکی که اون قسمتی که چارچاخ که شکسته بود اینو میام صفر میکنم که حرکت نکنه. برای این کار من همین کار میکنم. خب حالا دوباره میزنیم. فکر کنم دیگه بس باشه. خوبه آره، صفر شد و الان مونده این قسمت اتومات کلاج که اتومات کلاج رو اینجا قرار میدیم. خب این اتومات کلاجه که همینطور اول ویدیو توضیح دادم. دور موتور وقتی که بالا میره این لندا باز میشن و دور این کاسه رو فشار میارم و گریز از مرکز صورت میگیره و حرکت میکنه که این لندا اگه ضعیفه لندا رو عوض کنه. اینجا یه واشر میخوره. خب یه واشر میخوره که حالا اینجا نمیدونم حالا کی جوشش کرد که اینجا جوش کرده که من واشر رو نمیذارم، نداشت منم نمیذارم چون از قبل جوشش کردم، ولی باید گذاشته بشه ولی خب من نمیذارم. خب اینو اینجا قرار میدیم. اینجا این شد از این. اینجور فشار میدیم. اینو وقتی که میچرخونیم باید قشنگ بچرخه. خب حالا اینجا باید این پیچو باز کنیم. این که نیست که اون یکی. خب اینو باز میکنیم. خب اینو اینجا قسمت گیر میدیم که از این گیر دادم هر در میاریمش. خب کجا اون یکی؟ خب مطمئن میشیم میشه قشنگ اینجا قسمت جا رفته. خب اینا شما وقتی که اینجوری میچرخونید باید تو یه سمت درگیر بشه، یه سمت باید قشنگ بچرخه. اینو باز میکنیم. خب ما باید اینجا این فنرها رو جا بزنیم. 4 تا فنر میخوره، 6 تاش هم هست، 5 تاش هم هست. من یا 4 تا دیدم یا 6 تا که الان 4 تایی.
اکثرا 4 فابریک 4 تایی هن. این 410 4 تایی میخوره. حالا نمیدونم 125 بیشتر میخوره، 125 تا باز نکن. خب پیجاش هم میاد اینجا که 4 تا پیج میخوره، پیجاشو میبنده. این صورت خب اینو اینجا صفر میکنیم، یکی در میون ما صفر میکنم، یکی رو اول بالا صفر میکنیم، یکی رو پایین صفر میکنیم، یکی دوباره بالا، یکی چپ، یکی راست، اینجوری همه رو یکی رو کامل صفر نکنید، یکی رو اینجوری صفر میکنید. مثل این که الان میبینید همینجوری من میخواستم باز کنم، با بوکس شارژی باز کردم، 3 تا رو باز کردم، اون یکی که مون شکست. همه رو نوبتی میخوای باز کنید نوبتی باز کنید، میخوام ببندی هم نوبتی ببندید، به صورت ضبطری ببندید. که من الان اینو میبندم، یکی اینجا و یکی اینجا. میبندیمش یکم. خب اینه اینجا کمی درگیر شده. پیجه میذاریم اینجا. میبندیم اینو. یکی دیگه اینجا. به محض اینکه یکی رو شما کامل صفر کنید، اون یکی هم شل میشه. خب بچرخونیم. خب اینو صفر میکنیم. اینم صفر میکنیم. این شد از این که این باید یه اینجا رو. خب حالا میمونه بولبرین کراچ. بولبرین کلاچ رو روغن میزنی به این صورت، میدیم اینجا. اینو صاف بزنه اینجا، صاف بزنه همجوری بدون هیچ زوری بزنه، همجوری گذاشی میره جا. ببینید قشنگ رفت جا. اگه صاف نزدین یه کج بذارین، هر چی شما تقه بزنین نمیره جا، حتی میزنه شاه این صفر هم میزنه خراب میکنه. خب که من اونو از قبل صفر کردم، الان این پیجاشو میبندم، اون قسمت رو ویدیو رو استوب دادم و الان دارم اونو میبندم که اونو بستم صفر کردم. اینجا ویدیو نیومد، من از قبل صفر کردم. اینجا 3 تا پیج میخوره که این 3 تا پیج رو میزنیم. از این سوراخی که اینجا داره روغن رو میکشه، توسط اویپوم روغن رو میکشه و میره داخل. که حتی برای کار کردن اویپوم به چه صورت کار میکنه و که در پارت قبلی تو گیر باکس داشتم توضیح میدن، آخرای ویدیو گفتم که این اویپوم به کجا وصل میشه، چجوری هستش که به چه چیزی وصل میشه که موتور روشن میشه، روغن رو میکشه میاره پخش میشه. اونا حتما ببینید اگه تازه کارین تا حالا انجام ندادید. خب 3 تا پیجمون میبندیم.
میبندیم قشنگ. اینم پیجارم بستیم. خب حالا میمونه این قطعه که میبینید کارش چیه؟ شما وقتی توی موتورهای اتومات وقتی که کلاژی که شما میگیرین، کلاژ به چه صورت عمل میکنه؟ وقتی دنده رو که میذارین کلاژ عمل میکنه. خب شما کلاژ نمیگیرین، شما با دنده گذاشتن همراه با که دنده رو میگیرین کلاژ رو میگیرید که این باید وسط، همینطور که میبینید باید وسط قرار بگیره، نه باید پایین و بالا قرار بگیره. اگه شما اینو پایین و بالا قرار بدین شما دنده هاتون صفر میشه. وقتی که شما دنده که میذارین دندتون جا نمیره، صفر جا میره و موتور گاز میدین راه نمیره. که اینو تنظیم کنید، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. تنظیم کنین، اینو باید وسط قرار بدین. که همینطور میبینید من وسط قرار دادم که آره یک کمی تو ویدیو یک کمی بالا هست، بالا تو ویدیو یک کم نشون میده ولی در اصل وسط قرار دادم. که این نکته رو حتما در نظر بگیرید، حتما اینو وسط قرار بدین، بالا قرار ندین، بالا پایین قرار ندین. که من اینو وسط قرار دادم. حالا تو ویدیو یک کمی آره یه ذره این آره تو ویدیو اینجوری نشون میده که بالاه ولی وسطه، یه وسطی هست، اونو ببرید اون وسط. اگه این کارو انجام ندین دوستان جمع میکنین موتور رو، دنده موتور رو الان تو این وضعیت پوسته وقتی که بسته نشده شما دنده‌هاتون قشنگ جا میره. یه قطعه دیگه هستش که خیلی مهمه که تنظیم کلاژه. که شما میبندین پوسته رو میبندین دندتون بد جا میره، بعد اصلا موتورتون گاز میدین، هی گاز میدین و موتور درگیر میشه حرکت نمیکنه. بس این واسه اینه که حتما دقت کنید تو جا دادنش. طرز این کلاژ گرفتن این موتورها، شما کلاژ نمیگیرین. خب کلاژ میگیرین ولی با دستتون نمیگیرین، برخلاف موتورهای کلاژ داره با پاتون کلاژ میگیرین. که روی وقت دنده که میذارین روی دنده، پاتون روی دنده نگه دارین، هر چی شما گاز میدین موتور حرکت نمیکنه. پاتون که از دنده ول کنید موتور میپره. خب اگه تو گاز باشه که این گریز از مرکز وقتی که کلاژ میگیرین کلاژ گرفته هست. خب دنده که میبخشین قاطی کردم، کلاژ که شما میگیرید دنده رو که شما میذارین هم کلاژ میگیرین. خب هم کلاژ میگیرین، همین که دنده میذارین. که وقتی پاتون رو از دنده در بر میدارین موتورتون چی میشه؟ دیگه چیزی نیست که اینجا مثلا کلاژا رو فشرده کنه و شما با گاز میدین این لندا باز میشن و عمل میکنه. و این واشر هم که حالا من دارم جا میزنم، که حالا این توضیح هم بهتون دادم، دارم جا میزنم که اینجا قرار میدین. خیلی راحته. شما اینجا یه چسب مزدا یا چسب حالا هر نوع چسبی دارین بذارین، اسقاط بزنین. یا اینجا یه بوش راهنما میخوره که این بوش راهنماشو اینجا قرار میدیم، بوش راهنما اینجا قرار میدیم که میاد این قسمت دو بوش راهنما حداقل میخوره. حالا اگه بوش راهنما حالا پیدا باید باشه، حالا اگه نبود یه چسب مزدا روش بزنید که اینو نگه داشته باشه و بره جا. خب که این کار خاص کاری نداره، هر کی میتونه انجام بده. پس کلاژ اینجا کلاژ چیکار میکنی شما؟ این قسمت اینجایی که شما میبینید خب یه سوراخی داره که ما اینو باید اینجا جا بزنیم. اینو که میبینید بعد ما اینجا جا بزنیم که این خیلی مهمه. اینم خیلی مهمه. شما کلاژ موتور رو با این تنظیم میکنید. خب تنظیم میکنید. تنظیم کردن چجوریه؟ اینو بهتون میگم. اینو شما اگه درست تنظیم نکنید، خب درست تنظیم نکنید، اگه هرچی اینو سفتر کنید یه موره اینجا میخوره که حالا این موره براش نیست، ببینم میخوره بهش، نه فکر نکنم بخوره. موره خودش نمیدونم گم شد چی شد، چی مورش نمیخوره نداره، ما حالا میذاریم جا. اینو میذاریم خب
و به این صورت میریم جا. خب یکی پیجا رو ما میذاریم اینجا. نه نمیخوره فکر کنم، این کارم باید بره جلوتر. پیجامو یکش بلندتر بود. حالا خب اینو کم اینجا رو صفر میکنیم که این بره جلوتر. یکی اینجا رو صفر میکنیم، یکی در میون اونجا قسمت ها رو صفر میکنیم که حالا ما همه جا رو بستیم و اینم میبندیم. خب اینم کجا رفت اون یکی بیخیال. خب دوستان بقیه ویدیو رو بر پارت های بعدی براتون میذارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.